سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و آنهایی که در روسیه در کرانتین هستند افسرده و خسته نشدند. مهاجران رانده شده از خانه اجاره، مسافران بین زمین و هوا انتظاری برای گرفتن پتنت در تیومن از ویدیوهایی است که امروز همراه می‌بینیم. توصیه یک جوانی را هم میشنویم که میگوید در اتاق‌های تنگ چگونه دلگیر نشوید. ویدیویی را که می‌بینید بچه‌ها از گذرگاه چرنیف که از مرز قزاقستان و ازبکستان فرستادند و گفتند که از روز 4 اپریل است اینجا در ماندند. و قول مسافران 5 نفرشان از لهستان برگشتند و 10 بار به سفارت تاجیکستان و هم کنسولگری در الماتا زنگ زدند و کسی پاسخ نداده است. هرچند وزارت امور خارجه میگوید تلفن خاص برای شهروندان درمانده در تمام نمایندگی‌های دیپلماتی پیوسته کار می‌کند. ادامه وضع را خود مسافران میگویند. عبدالعزیز و فرهاد عبدالکریموویچ شهروند تاجیکستان. من داداجانم شیرفتم. منم اشهر استراوشم. من اینجا با اومدیم، من اینجا دار موندگی مون هیچ کی مون به یاردم نمیکند. نه مونن که ما اوسون برویم مسکو دیگه اوسون بریم، نه ایسون یگون جا نمیریم. ما اینجا قلب شدیم موندیم اینجا. ما بین زمین و آسمان. من همه تاجیکان 25-30 نفریم، یک خانواده قوا شدگیم، یک مانند ترمای. من اینجا من شرایط و وضعیت شما خواهش که یگون بینین چگونه چاره کنین که تاجیکا در موندن همین گریلیس چرنیک. در واقع نه تنها وضع مسافران تاجیک بلکه وضع مسافران در بسیاری از کشورها چنین است و ده ها هزار نفر در مرز و فرودگاه‌ها در ماندند چون مرزها برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس بستند. اما گسترش ویروس نو که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد حادثه‌های بد دیگری را هم به اثر مردم و مهاجران آورد. این ویدیویی را که می‌بینید و چیزی هم نمی‌بینید از شهر قزانی روسیه فرستادند. در این تاریکی کیست و چی میگوید خودتان ببینید. Kvartira sirmunka xazaykama xulasa 6 нафарим ҳамамон дар як ҷо кор мекардем. думоҳо ойлик муна гирифтагӣ набудем, қарз кардем, хай патенора супоридем. хулоса ҳозир сир монкадагиам дар кӯчаем. нами кӯчадамо мерем поён мебием боло гарм мешем. روزهای اخیر شکایت زیادی از مهاجران میرسد که به سبب کرانتین و محدود شدن رو و آب بیکار و بی پول ماندند و یا نمیتوانند مهلت پتنتشان را ادامه بدهند. در بعضی از منطقه‌های روسیه درهای اداره‌های مهاجرت بسته است اما ظاهراً در شهر تیومن باز گذاشتند. این ویدیو را از تیومن فرستادند و گفتند که مردم مهاجر در هوای سرد منتظرند که مهلت پتنت‌های خود را ادامه بدهند، سندهای اقامتشان را درست کنند. واقعا بعد از نشر ویدیوی بعضی از بچه‌های مهاجر که در خانه‌های خود دراز کشیدند، بعضی از کاربران به ما نوشتند چرا این بچه‌ها و مهاجران تاجیک کتاب نمی‌خوانند که دلگیر نشوند و یا چیز یاد بگیرند. یکی از مهاجران ویدیو ثبت کرد و توصیه می‌کرد که اگر کتاب هم نخوانید چی کار باید کنید که افسرده و دلگیر نشوید. آدمایی که کвартира کو снимать میکنن. زیرا اونم درون کвартира کو باید 1000 сум да 800 сум میگیری. обои, допустим, барои удобствои худтон да ягон кроват ремонт кунӣ. Намам мехаднои дар ин потолока рост мекунам. شما هم پیشنهادی اگر دارید یا ویدیوی به رقمی که میبینید بفرستید با وایبر، واتساپ و ایمو و تلگرام. اگر میخواهید با سوالهایتان جواب بگیرید و هر لحظه و ساعت خبرهای نو را بخوانید و ببینید، وبسایت ما را باز کنید که نشانه‌اش را میبینید. خود را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.